بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، عرض احترام خدمت هموطنان عزیز، به ویژه همشهریان بزرگوار شاهین-دژی. دوستان عزیز، از بلوار پاسداران سابق و در واقع بلوار شهید سلیمانی جدید در خدمتتون هستیم. از شهرستان شاهین-دژ زحمتکشان شهرداری مشغول کار هستند. نکته‌ای که در این گزارش حائز اهمیت است، مطالبه همشهریان عزیز شاهین-دژی از مبنی بر اینکه شهردار محترم یک پل هوایی رو در واقع ورودی بلوار شهید سلیمانی جنب پمپ بنزین قنبری و عباسی نصب کنن، چرا که مخصوصا در ساعاتی که مدارس تعطیل میشه یا مدارس شروع میشه واقعا اینجا ترافیک سنگین میشه و عبور و مرور دانش آموزان سخت است. لذا میطلبه عزیزانمون همت کنند. به ویژه خواهش میکنیم از نماینده و منتخب عزیز حوزه انتخابی حاج آقای میرزای بزرگوار، شهردار محترم، فرماندار عزیز، همت کنن، اعتباری تخصیص بدن و اعتباری جذب بشه جهت احداث پل هوایی در ورودی بلوار شهید سلیمانی و همچنین روبروی سپاه و مدرسه، اگر اشتباه نکنم دبیرستان الزهرا باید باشه. آقای سعیدی، دبیرستان الزهرا مدرسه روبروی سپاه ما مدرسه داریم، اونجا هم ترافیک سنگین میشه، واقعا سنگین میشه. 2 تا ما پل هوایی رو نیاز داریم در این مسیر. خواهش میکنیم انشالله نماینده حوزه انتخابی اعتباراتی رو به هر حال جهت تخصیص طرح‌های عمرانی شهرداری انشالله هم برای شاهین-دژ هم برای تکاب در آتی جذب کنن. فرماندار محترم بیش از پیش انشالله عنایت داشته باشن و مخصوصا شخص جناب آقای نظری و شورای شهر جهت احداث پل هوایی در خیابان شهید سلیمانی که یکی از مطالبات مردم عزیز شهرستان شاهین-دژ هستش. با ما همراه باشید با ادامه گزارش‌های زرین خبر.